روز 22 سپتامبر سال 2022 در حاشیه اجلاس 77 مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک نشست وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی و امریکا در چارچوب 5+1 برگزار شد. این نخستین نشست در این چارچوب بعد از درگیری‌های خونین هفته گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بود که دست کم 130 کشته به جا گذاشت. وزارت خارجه تاجیکستان گفت در نشست 5+1 در نیویورک رهبر اداره سیاسی خارجه تاجیکستان سراج‌الدین موریدی نیز اشتراک و سخنرانی کرده است. این وزارت گفت جانب‌ها پیرامون مسائل داغ منطقه و جهان از جمله وضع افغانستان، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و دیگر چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی تبادل نظر کرده به ضرورت تحکیم همکاری‌های بین کشورهای منطقه تاکید کردند. وزارت خارجه قزاقستان در اطلاعش گفت جانب‌ها همچنین از آغاز کار کاتبات مجازی 5+1 که با هدف پشتیبانی و هماهنگسازی جریان اجرای توافقات حاصل شده برای انداخته شده است استقبال کردند. کاتب دولتی امریکا انتونی بلینکن در توییتر خبر داد که در این ملاقات رهبران اداره‌های سیاسی خارجه کشورهای منطقه را بار دیگر اطمینان خاطر داده است که امریکا به صورت قوی از استقلال کشورهای آسیای مرکزی و تلاش‌های آنها به سوی پیشرفت و شکوفایی و تامین امنیت در این منطقه پشتیبانی می‌کنند. انتونی بلینکن همچنین خبر داد که صبح 22 سپتامبر با وزیر کارهای خارجه قرقیزستان ژنبک کلیبایف پیرامون هدف‌های مشترک ما در عرصه‌های امنیتی، همکاری و رشد منطقه ملاقات علیحده پرثمر داشته است. بلینکن درباره این ملاقات تفصیلات دیگر نداده است، ولی وزارت خارجه قرقیزستان خبر داد که ژنبک کلیبایف در نیویورک نه فقط با کاتب دولتی امریکا بلکه با یاور او دونالد لو دو ملاقات علیحده برگزار کرده است. بنا به اطلاع رسمی در ملاقاتش با بلینکن وزیر خارجه قرقیزستان به کاتب دولتی امریکا درباره حوادثی که در مرز قرقیزستان با تاجیکستان به وقوع پیوست معلومات داده است.